سلام بچه‌ها، من علی زیرک هستم. امروز میخوایم براتون یاد بدیم که چگونه برای تصویر زمینی لپتاپ عکس خود را بذاریم. اول از این گزینه آخر میزنیم، سپس دیگر میاییم برای کامپیوتر و لپتاپ های ویندوز 10 اینو میزنیم برویس نمیدونم چی حالا تو اینجا هر کدوم که میخواستی انتخاب میکنیم. من اینو انتخاب میکنم، اینو میزنیم. حالا ببینید تصویر زمینی ما عوض شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا یارتان توی پشت و